اگه دوست داری یک شکست مالی بزرگ تجربه کنی این ویدیو رو نبین. اطلاعات این ویدیو شما رو از یک اشتباه بزرگ در مسیر ثروتمند شدن نجات میده. پس این ویدیو رو تا انتها تماشا کن. هفته گذشته شروع کوچ خصوصی یکی از دوستان بود که از شیراز تشریف آورده بودن و طبق روال بقیه جلسات کوچ در ابتدا راجع به شرایطش برای من توضیح داد که چه مسیر رو طی کرده و الان چه خواسته ای از من داره. راجع به شرایطش توضیح داد که من قبلا یه مغازه‌ای داشتم و داشتم کاسبی می‌کردم توی اون مغازه، درآمدمو داشتم، درآمدم خوب بود. یه ایده به ذهنم زد که محصولاتی که من دارم توی مغازه خودم میفروشم رو بیام تولیداتش رو شروع کنم، ولی اوضاع مالیش رو، شرایط مالیش رو نداشتم. این که پدرم بتونه بهم کمک کنه، بعد دولت بتونه بهم کمک کنه، وامی بتونم بگیرم، بقیه کمکم کنن که بتونم تولید این کار رو شروع کنم. و خیلی براش منطقی بود این صحبت ها که من که این خواستم بوده، به خاطرش داشتم تلاش میکردم. قطعا برای من جوونی که دنبال این هستم تولیدات این کار رو شروع کنم، حتما خانواده باید حمایت کنن، حتما دولت باید بهم وام بده، حتما دولت باید ازم حمایت کنه که این اتفاق بیفته. ولی برای من این اتفاق نیفتاد و من چندین سال منتظر بودم که این اتفاق برای من بیفته. حتی مغازه‌ای که داشتم داخلش کاسبی می‌کردم رو تعطیل کردم، جمع کردم، تمام تمرکز خودم رو گذاشتم برای تولید محصولی که دوست داشتم، ولی این اتفاق نیفتاده بود. خیلی حالش داغون بود، خیلی عصبی بود که چرا منی که اینقدر تلاش کردم این اتفاق برام نیفتاد، چرا ما توی کشوری هستیم که دولت از ما حمایت نمیکنه، چرا من جوون این همه انگیزه دارم، این همه انرژی میذارم برای تولید یک محصول که میتونم چندین نفر رو کنار خودم به درآمد برسونم، درآمد خودم چند صد برابر میتونه بشه، برای کشور مفیده و این مسائل، ولی این اتفاق نیفتاده. مشکل کار من چیه؟ بچه‌ها به نظرتون مشکل این شخص چیه؟ شاید وقتی در موردش برات توضیح میدادم شاید توی ذهنت گفتی چه جوون پرتلاش و با انگیزه و خوبی، ای کاش دولت ازش حمایت میکرد. اگه دولت ازش حمایت میکرد شاید درآمد این فرد از 10 میلیون میشد 1 میلیارد، شاید 200-300 نفر کنارش کار میکردن. و منطقی هم هست که این ذهنیت برای شما پیش بیاد. ببینید من هم این فرد رو تحسین کردم، گفتم دمت گرم، یعنی این انگیزه‌ای که تو داری برای پیشرفت کردن عالیه، این اشتیاقی که تو داری برای پیشرفت کردن عالیه، اما به یک موضوع خیلی خیلی مهم توجه نکردی که اگه به این موضوع مهم توجه میکردی تو شاید بعد از این چند سال که میگی چند سال منتظر این پولم، منتظر این وام هستم، شاید الان میتونستی تولیداتت رو با پول خودت شروع کنی به جای اینکه بخوای چند سال منتظر بمونی. دوستان عزیزم، من بارها توی دوره‌های آموزشی، جلسات مشاوره، جلسات کوچینگ راجع به این موضوع صحبت کردم که مسیر رشد و پیشرفت، مسیر ثروتمند شدن پلکانیه. یعنی شما باید پله پله طی کنید این مسیر رو. پله اول، پله دوم، پله سوم، پله چهارم. از پله اول نمیتونید بپری رو پله دهم. و این چیزیه که اکثر مردم درگیرش هستن. اکثر مردم نمیخوان موضوع تکامل رو درک کنن و درک نکردن موضوع تکامل میتونه اینجوری به آدم‌ها آسیب بزنه. تکامل یعنی این که من توی یک جایگاهی که الان هستم دنبال این باشم یه پله پیشرفت کنم. مثلا درآمدم من 5 میلیون تومنه، دنبال این باشم درآمدم بشه 10 میلیون تومن. درآمدم 10 میلیونه، دنبال این باشم بشه 20 میلیون تومان. وقتی بهش رسیدم دوباره یه پله بالاتر، یه پله بالاتر. ولی متاسفانه اکثر مردم دنبال یک شب پولدار شدنن. اکثر مردم دنبال ایده هایی هستن که اونها رو سریع به ثروت برسونه، سریع به پول زیاد برسونه. و یه وقتایی یه سری ایده ها دارند که آره این ایده میتونه منو سریع به ثروت برسونه، اما اگر دولت به من وام بده، اگر فلانی به من پول بده. یا چند وقت پیش یکی از دوستان که جلسه مشاوره داشتیم باهاش صحبت میکردیم میگفت من کارمند بانکم و حدوداً 20 تومن 30 تومن درآمد دارم. من و بقیه کارمندهای بانک پولمون رو اومدیم به یک نفری دادیم
که این آدم کار بازرگانی انجام میداد، فکر کنم توی بوشهر بودن، و این آدم همه پولا رو برداشت رفت. دنبال چی بوده این خانوم؟ دنبال این بوده که یه شبه پول خیلی زیادی برسه، و این دنبال یه شبه پول زیاد به دست آوردن، پولاتون هم باعث میشه حتی از دست بدید. میدونید میخوام بهتون چی بگم؟ میخوام بهتون بگم گول نخورید. یعنی یه وقتایی آدما میان به شما پیشنهادهایی میدن، ایده هایی رو به شما معرفی میکنن که هماهنگ با شرایط شما نیست، انگار در مدار شما نیست، در اون فرکانسی که شما قرار دارید نیست. یعنی درآمد شما 10 میلیون تومنه، یه نفر میاد بهتون ایده میده، میگه یک ایده دارم بریم با همدیگه اجرا کنیم، درآمد میشه 500 میلیون، و تو سری میگی چیه ایده؟ بریم اجرا کنیم. در حالی که من جای تو باشم که بارها برام اتفاق افتاده تو مسیر زندگیم، وقتی ایده به من داده میشه که با درآمدی که من دارم خیلی فاصله داره، میگم نه، اصلا فکر نمی کنم بهش، میگم مال من نیست. شاید ایده خیلی خوبی باشه اما برای من نیست. من الان ظرفیت اون ایده رو ندارم، من پتانسیل اجرایی کردن اون ایده رو ندارم و اصلا بهش فکر نمی کنم. یا ایده هایی که به ذهنتون میرسه و میگید اگر دولت 1 میلیارد بهم وام بده، اگر بابام 2 میلیارد بهم پول بده، من میتونم با این ایده دنیا رو بگیرم. دنبال این ایده ها هم نرید، فقط و فقط دنبال ایده هایی باشید که شما رو یه پله بالاتر ببره. و همین دوستمون که در ابتدای صحبتم مثالش رو براتون زدم، اگر به جای تمرکز گذاشتن روی تولید محصول و چند سال زمانش رو هدر دادن، چند سال انتظار کشیدن که دولت کی به من وام بده، دولت کی به من پول بده، اگه تمرکزش رو میذاشت روی مغازه‌اش، میگفت درآمدم 10 میلیونه، بشه 20 میلیون، بعد بشه 40 میلیون، بشه 100 میلیون، بشه 200 میلیون. پله پله پیشرفت میکرد بدون اینکه منتظر باشه دولت بهش وام بده. شاید الان میتونست تولیدات خودش رو شروع کنه، نه اینکه افسرده و ناراحت و غمگین و از همه جا زده شده و بیاد پیش من دنبال راهکار باشه، کلی هزینه پرداخت کنه که مشکل من چیه، و هزینه رو پرداخت میکنم برای اینکه مشکلم رفت شه، بتونم بازم تولیدم رو شروع کنم. و نمیخواد قبول کنه که جایگاه تو، پتانسیل و ظرفیت فعلی تو با اون هدف و برنامه‌ای که توی ذهنت هست کاملا متفاوته. و من جلسه کوچینگ این فرد رو قبول نکردم، گفتم اصلا حتی کوچینگ هم برای تو الان زوده که تو بخوای دوباره اینقدر دنبال هزینه باشی. چون جلسه مشاوره حضور کوچش بود، شروع کوچش بود که من قبول نکردم، گفتم الان برای شما مناسب نیست. ببینید چقدر خوبه که ما بیایم بر اساس شرایط فعلی خودمون دنبال یه پله بالاتر یا یه قدم بالاتر باشیم. و این کاریه که از همتون میخوام، به هیچ عنوان توی این تله گیر نیفتید. تله این که یه نفر یه ایده من داده، اگه این ایده رو باهاش اجرا کنم درآمدم 1000 برابر میشه. یک ایده توی ذهنم، اگر دولت بهم یک چند میلیارد وام بده میتونم دنیا رو بگیرم. یه مغازه میخوام بزنم، اگه دولت بهم 500 میلیون وام بده رهن کنم، 500 میلیون وام بده جنس بریزم، من کاسبی میکنم. اینا همش ایده هاییه که مال شما نیست. ایده های خوبیه، تولید کردن ایده خوبیه، پیشرفت کردن خوبه، اما باید نگاه کنید آیا من ظرفیت و پتانسیل اجرای کردن اون ایده رو در حال حاضر دارم؟ به جایگاه فعلیت نگاه کن. اگر اون ایده، نتیجه اون ایده با جایگاه فعلی تو خیلی فاصله داره، مال تو نیست. شاید برای 1 سال بعد تو باشه، مال 2 سال بعد تو باشه، اما برای الان تو نیست. و اینجوری خودتو توی تله ننداز، اینجوری خودتو اذیت نکن که به جای اینکه پیشرفت کنی قطعاً باعث آسیب دیدن تو میشه. دوستان عزیزم، اینا حرفاییه که شاید خیلی اون دوست نداشته باشیم بشنویم، ولی باور کنید ایده‌ای که از شما خیلی دوره، حتی اگر اجرایی بشه به شما آسیب میزنه. یعنی دولت اگه همون چند میلیارد وامو بهت بده، تو هم بری اون ایده رو اجرایی کنی، در آینده آسیب بزرگی ازش میبینی، چون تو ظرفیتش رو نداری. قبول کن. مثل این میمونه که ما تو یک فنجون بخوایم 1 لیتر آب بریزیم، جا نمیشه که 1 لیتر آب جا نمیشه، چون اون فنجون ظرفیت 1 لیتر آبو نداره.
حالا شما دنبال این باشید که به زور هر طوری شده، هر جوری که شده، من بتونم فلان ایده‌ای که درسته از من دوره، درسته از من خیلی فاصله داره، اما اجرایش کنم که به اون ثروت خیلی زیاد برسم. دنبالش نباشید. به حرف من گوش کنید. حرفی که دارم بهتون میزنم بر اساس تجربه خودمه، بر اساس آزمون و خطاییه که خودم داشتم، بر اساس آزمون و خطایی که بین دور و بری هام دیدم، توی جلسات مشاوره، توی جلسات کوچینگ هم بهش رسیدم. برای رسیدن به ثروت ما باید تکامل خودمون رو طی کنیم. تکامل یعنی این که پله 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 اتفاق بیفته و ما به اون نتیجه دلخواه برسیم. این چیزیه که شما باید از تکامل بدونید. یه درخت برای اینکه میوه بده، یه روزه مثلا ما زیاد بهش آب بدیم، زیاد بهش کود بدیم، بهمون میوه نمیده. باید مسیرش طی بشه، پله پله تا اون مرحله میوه دادن برسه. شما هم برای مسیر زندگی خودتون، برای مسیر پیشرفت کردن و ثروتمند شدن خودتون، اگر تکامل رو جدی بگیرید، قطعاً به ثروت خیلی زیاد میرسید. آسیب‌های بزرگی در طی مسیر نمیبینید، پیشرفت‌های پایدار رو تجربه میکنید و از مسیر لذت میبرید و همه اون نتایج خوبی هم که وارد زندگیتون میشه نوش جونتون، حقتونه. چون به جای اینکه دنبال این باشید یه شبه ثروتمند بشید، از مسیر درست دنبال ثروتمند شدن بودید. دوستتون دارم.